عزت امان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک روز 20 اپریل به سن 48 رسید. اما امسال عزت امان بار اول زادروزش را پشت پنجره جشن میگیرد. ماه مرد دادگاه نوی تویر شهر مسکو شهروندی روسی عزت امان را که هنوز سال 1996 به دست آورده بود بیکار کرد و علاقه روز 25 مارس او را به تاجیکستان اخراج کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی بعد اعلان کرد که عزت امان در این وزارت در بازداشت قرار دارد و به ضدش با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند. و اما با آنکه از آوردن عزت امان قریب یک ماه می‌گذرد، به گفته منابع آگاه مقامات ضد دخل در این قضیه حالا نمی‌دانند که با او چیکار کنند. یک همصحبت بامداد در مقامات حفظ حقوق تاجیکستان روز 20 اپریل گفت آوردن عزت امان یک نوع ادامه مسابقه بین گروه‌های رقیب در رهبری وزارت کارهای داخلی بود. شاروخ سعیدزاده یک سال پیش خوجه کمندی را از دبی آورد و حالا گروه شادی حفیظزاده عزت امان را آورد. هدف این مسابقه البته یک چیز است که آیا که بعد رمضان رحیمزاده که 10 سال باز وزیر داخلی است به کرسی وزیری میشیند، خود شاروخ یا یگان آدم او و یا شادی حفیظزاده داماد برادر وزیر کنونی به جای خسورش وزیر می شود و با همین این وزارت را حفظ می کند. ولی طوری به نظر می رسد آوردن عزت امان اون نتیجه را که انتظار داشتند داده نتوانست، چون که در رهبریت سیاسی جمهوری خرچ اینقدر نیرو و وقت و شاید حتی پول را برای آوردن عزت را همچون پول دادن و دردسر خریدن و یک کاری از لحاظ سیاسی نابوقت و نالازم معنی داد کردند. در هر صورت این کار به بالا زیاد خوش نآمد. اعتراضهای مهاجران از این عمل به آتش ناراضگی رهبریت سیاسی تاجیکستان از این عمل خودسرانه وزارت کارهای داخلی باز هم روغن بیشتر ریخت. این همصحبت بامداد میگوید اگر اعتراضهای مهاجران در مسکو ادامه می‌یافت، مقامات دوشنبه مجبور می‌شدند عزت امان را رها کنند و حتی به مسکو پس فرستند. منبع دیگر بامداد در مقامات انتظامی تلواسه زیاد مقامات وزارت کارهای داخلی برای توجیه ضرورت آوردن عزت امان با جلب تمام نیروی فرم جواب و نشر جبردیدگان نو به نو از بنام قلابی های این حامی حقوق مهاجران را یک نوع تلاش با حفظ آبرو برآمدن از این وضعیت می شمارد. از تمام اعضای فرم جواب خواسته شده است که به ضد عزت امان ویدیو ثبت و نشر کنند بدون هیچ نقشه و برنامه‌ریزی. در نتیجه بسیار این ویدیوها خیلی خام و خنده آورند، چون که اکثر مؤلفان نه عزت امان را میشناسند نه حتی از تقدیر او خبر دارند و هرچی به آنها فرمودن مثل توتی تکرار میکنند. جستجوی سراسیمه‌وار جبردیده ها نیز نشان میدهد که دلیل های کافی در پرونده عزت امان ندارند و این پرونده را با اصول گاوزور همون طوری که با بزرگمهر یارف کرده بودند با جبردیده های ساخته و بافته پر کرده ایستادند. حالا هر یک موکل سابق عزت امان را که بررسی پروندهشان به منفعت آنها انجام نیافته بود جبردیده نویسنده ایستادند. ولی با چنین اصول میتوان تمام 2000 ادوکات موجود در تاجیکستان را برای باختن هر یک پرونده به زندان انداخت، میگوید این منبع. عزت امان 20 اپریل سال 1973 در دهه ظفر جماعت چاریکاران ناحیه رودکی به دنیا آمده. سال 1990 مکتب میانه را در زادگاهش ختم کرده است. عزت امان سال 1993 به رشته اقتصاد دانشگاه ملی داخل شده. سال 1997 آن را ختم کرد. او سال 2006 به اکادمی دیپلماتی وزارت کارهای خارجی شهر مسکو داخل شده. سال 2009 این مکتب عالی دیپلماتی معتبر را ختم کرده است. عزت امان سالهای 2010 به اسپرانتور اکادمی خدمت دولتی دستگاه پرزیدنت روسیه داخل گردیده. سال 2013 آن را ختم کرد. عزت امان که از ابتدای سالهای 2000 در مسکو به سر میبرد در پایتخت روسیه به حیث ادوکات در بیوروی بین المللی ادوکاتی کار میکرد و سال 2020 مرکز تاجیکان مسکو را تأسیس داد.